کتاب کاغذی یا کتاب الکترونیکی. سلام، من زهره هستم. امروز میخوام در مورد مزایا و معایب کتاب الکترونیکی در مقایسه با کتاب کاغذی با شما صحبت بکنم. اول از همه لایک رو بزن و در ادامه با من همراه باش. بعد از پیشرفت تکنولوژی و وارد شدن دستگاه هوشمند به زندگی ما و تغییراتی که این دستگاه در زندگی ما به وجود آوردن، این سوال هم برای ما کتابخون‌ها پیش میاد که کتاب کاغذی بهتره یا کتاب الکترونیکی. خب حالا کتاب الکترونیکی چیه؟ با حضور کامپیوترها، گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها، شکل جدیدی از کتاب هم به اسم کتاب الکترونیکی به وجود اومده که سریعتر در دسترس ما قرار میگیره و میتونه هزاران و حتی میلیون ها صفحه کتاب رو به صورت همیشگی با تو همراه بکنه و به این موضوع هم باید توجه بکنی که وزنی هم نخواهد داشت. خوندن کتاب کاغذی به جز خود اون کتاب به هیچ وسیله دیگه‌ای نیاز نداره و همه ما به آسونی میتونیم از اون استفاده بکنیم بدون اینکه نگران تموم شدن شارژ اون باشیم. در مقابل اون کتاب‌های الکترونیکی هم مزایای زیادی دارن. من به چند مورد از مزایا و معایب کتاب الکترونیکی اشاره می‌کنم. اولین مزیت این کتاب‌ها دسترسی راحت به اونهاست. این کتاب‌ها قابلیت خیلی مناسبی برای آموزش دارن و برای کسایی که از راه دور میخوان آموزش ببینن. مخصوصا تو این همه‌گیری کرونا به عینه دیدیم که آموزش از راه دور چقدر میتونه برای ما مفید باشه. دومین مزیت این کتاب‌ها سرعت انتقال اونهاست. با توسعه ارتباطات دیجیتال، سرعت جابجایی اطلاعات هم خیلی افزایش پیدا کرده. ما میتونیم در هر کجای دنیا که باشیم از طریق ایمیل و یا بقیه اپلیکیشن های ارتباطی خیلی راحت با همدیگه ارتباط برقرار کنیم و مطالب رو با هم به اشتراک بذاریم. مزیت سوم این کتاب‌ها کمک به حفظ محیط زیسته. این کتاب‌ها باعث صرفه‌جویی در مصرف کاغذ میشن، در نتیجه از قطع کردن درخت‌ها و آسیب به محیط زیست جلوگیری میکنن. مزیت چهارم منسجم بودن مطالب و جستجوی راحت‌تر موضوعات تو این کتاب‌ها هست. این مورد برای افرادی که با مطالب تحقیقاتی سر و کار دارن میتونه خیلی اهمیت داشته باشه. مزیت پنجم قیمت پایین‌تر این کتاب‌ها نسبت به کتاب‌های کاغذیه. این کتاب‌ها به خاطر نداشتن هزینه کاغذ و چاپ به مراتب قیمتشون خیلی پایین‌تر از کتاب‌های کاغذیه. بنابراین تعداد افرادی که میتونن از این کتاب‌ها استفاده بکنن بیشتره. مزیت بعدی این کتاب‌ها اینه که میتونن به روز رسانی بشن و نسخه‌های جدیدشون در اختیار کاربرها قرار بگیره و معمولاً این هم هزینه رو به دنبال نداره. من به چند تا از بارزترین مزایای کتاب‌های الکترونیکی اشاره کردم. حالا میخوام چند مورد هم از معایب این کتاب‌ها بگم براتون. با وجود همه این مزایایی که بهتون گفتم، خیلی از افراد هم هستن که نمیتونن از معایب این کتاب‌ها چشم پوشی کنن و اونو جایگزین کتاب‌های کاغذی بکنن. نتایج تحقیق نشون داد که خوندن این کتاب‌ها میزان یادگیری رو کاهش میدن. این تحقیق روی 50 نفر انجام شد که 25 نفر از کتاب الکترونیکی و 25 نفر دیگه از کتاب کاغذی استفاده کرده بودند. تو این تحقیق عملکرد خوانندگان کتاب‌های کاغذی از بقیه خیلی بهتر بود. باز توی تحقیق دیگه در نروژ نشون داد که مطالعه از روی کاغذ یادگیری خیلی بهتری داره. از معایب مهم دیگه این کتاب‌ها میتونن به خستگی و آسیب جسمی که از نگاه کردن طولانی مدت به صفحه نمایش به چشم‌ها وارد میشه اشاره بکنم. در کنار اینها خستگی ذهنی و اختلالات خواب هم از عوارض این کتاب‌ها به شمار میره. در حالی که مطالعه روی کاغذ هیچ کدوم از این مشکلات رو نداره.
به این نکته مهم هم توجه کنیم که این عوارض تو بچه‌ها شدت و اهمیت بیشتری داره. تو کتاب‌های چاپی معمولاً حقوق گردآورندگان اونها حفظ میشه و سود مالی اونها به نویسنده و ناشر برمیگرده و با توجه به نبودن قانون کپی رایت کتاب‌های الکترونیکی به راحتی کپی میشن بدون اینکه نویسنده و ناشر از اون اطلاع داشته باشن. بعد از گفتن همه این مطالب، شما دوست عزیز میتونید با توجه به شرایطی که دارید هم از کتاب الکترونیکی و هم از کتاب کاغذی استفاده کنید. اگه کتابی میخونید که نیاز به تمرکز و یادگیری داره، از کتاب کاغذی استفاده کنید و اگه کتابی میخونید که صرفاً جهت مطالعه باشه و یا میخواین از وقتی که در مترو و اتوبوس میگذرونید نهایت استفاده را بکنید، از کتاب‌های الکترونیکی یا صوتی استفاده کنید. اگه مطالب براتون مفید بود، لطفاً با دوستاتون به اشتراک بذارید و اگه نظری دارید حتما برام کامنت کنید. شاد و کتابخون باشید.